سالهای اخیر بخش مهمی از پیشرفت‌های فناوری در ایران به دست شرکت‌های دانش بنیان حاصل شده است، از جمله در حوزه فراسوت یا اولتراسونیک که اکنون به صورت کامل بومی سازی شده است. فناوری فراسوت بر پایه امواجی با فرکانس بالاتر از محدوده شنوایی انسان عمل می‌کند و امکان انجام فرآیندهایی چون جوش، شستشو، جداسازی و اندازه‌گیری دقیق را بدون تماس مستقیم فراهم می‌سازد. بومی‌سازی این فناوری در ایران نقطه عطفی در استقلال صنعتی و تحقیقاتی کشور محسوب می‌شود. این شرکت‌ها موفق شدند مجموعه‌ای از محصولات تخصصی را طراحی و تولید کنند. پاور ژنراتورهای فراسوت برای تأمین انرژی سیستم‌های صنعتی، هموژنایزرهای اولتراسونیک با نرم افزارهای دقیق کنترل فرکانس و دامنه برای کاربردهای آزمایشگاهی و زیست فناوری، حمام‌های فراسوت جهت تمیزکاری عمقی قطعات پزشکی و الکترونیکی و تجهیزات جوش پلاستیک و فلز که در صنایع بسته‌بندی، خودروسازی و ساخت قطعات حساس کاربرد دارند. همچنین نرم افزارهای تخصصی توسعه یافته‌اند تا نظارت، تحلیل داده و تنظیم هوشمند پارامترها را ممکن سازند. این تولیدات نه تنها جایگزینی برای تجهیزات وارداتی فراهم کرده‌اند، بلکه نشان داده‌اند زیرساخت مهندسی کشور توان طراحی سیستم‌های پیچیده را دارد. حضور چنین فناوری‌هایی در صنایع داخلی هزینه تولید را کاهش داده، کیفیت را افزایش داده و وابستگی به خارج را کم کرده است. فرصت‌های آینده شامل به کارگیری فراسوت در حوزه‌هایی چون رباتیک صنعتی، حسگرهای زیستی، کشاورزی هوشمند و تولید مواد نو است. با ادامه سرمایه‌گذاری در این مسیر، فناوری اولتراسونیک می‌تواند به یکی از پایه‌های تحول صنعتی ایران بدل شود، جایی که علم و مهندسی در کنار هم تولید ملی را از سطح کاربردی به سطح فناوری پیشرفته ارتقا می‌دهند.